بده. آقا تاجدینی عزیز، شما کی دست از سر مسجد ما برمیداری؟ ببخشید شما؟ عضو هیئت امنای مسجد. آها، پس شما عضو جدید هیئت امنایی؟ بله. حاج آقا، شما تا حالا قرآن خوندین؟ خیلی زیاد. نخوندین اون سوره رو؟ کدومو؟ سوره واقعه رو، شب قبل خواب. از سابقون اولایی که مقربون؟ قربون آدم چیز فهم برم من. حاج آقا، اگه من الان بدم و دستگاه نزدیکم به این دلیله که اولا قبل شما ما اینجا بودیم، از سابقون این مسجد ما این برادر، اینو از تک تک این آجرها بپرس بهت میگن. دوما اگه من الان اینجام والله که به خاطر ارادت قلبی و عملی من به حاج آقا کهنه، و الا کل تهران آرزوشونه من بانیشون باشم. فلذا تاج الدینی بوده، هست و خواهد بود. این رو لطفاً به سمع و نظر بقیه اعضای هیئت امنا برسونید. فعلا